اما امروز داخل این ویدیو سعی داریم به ریشه نام بلوچ و معانی مختلف اون در طول تاریخ، همچنین به سیر زمانی که این نام رو به اینجا رسونده بپردازیم. میتونیم با توجه به اینکه نام بلوچ داخل کتب مورخین عرب مشاهده میشه نتیجه بگیریم که در زمان ورود اعراب این نام به همین شکل وجود داشته و اگه ما قبلتر از اون این نام رو مشاهده نمی کنیم فقط به این دلیله که شاید شکل دیگه ای از این نام موجود بوده که نهایتاً به واسطه تغییرات مختلفی تغییر پیدا کرده و به این شکل در اومده. در واقع واژه و نام بلوچ در کتب تاریخی به شکل‌های بلاش، بالاش و بالاچ به عنوان نام‌های پادشاهان ساسانی و اشکانی وجود داره. بالاش نامیه که در کتب مورخین غیر عرب و بالاش هم نامیه که در کتب مورخین عرب مشاهده میشه، چرا که به هر حال اعراب چه ندارن. طرف ما آخرین پادشاهان اشکانی و همچنین پادشاهانی رو داخل ساسانی ها میبینیم که با نامهای بالاچ نامیده میشدن و تنها ملتی که این نام درش وجود داره در واقع ملت بلوچه. اما یکم به عقب‌تر برگردیم. اگه بخوایم بر اساس زبان پارتی بررسی بکنیم، در واقع نام بالاچ از تغییر نام‌های والاگش، سپس ورداکش و بعد از اون والاش و بالاش به وجود اومده و نامی اون نبوده که از اول به همین صورت وجود داشته باشه. در ارمنی هم ما این نام رو به شکل والارش مشاهده می‌کنیم، چرا که این نام والارش خودش واژه‌ای وام گرفته از پارتی میان است و به این دلیل در ارمنی وجود داره که خاندان بالاش پارتی که یکی از خاندان‌های پارت بوده برای مدت طولانی بر ارمنستان حکومت می‌کرده. اما اگه بخوایم بر اساس زبان یونانی بررسی بکنیم، این نام به شکل‌های ولوگسس، اولاگاسوس، بولوگاسیوس وجود داشت و نهایتاً نویسندگان یونانی که متأخرتر بودن نسبت به سایر نویسنده ها این نام رو به شکل‌های بالاس، بالاسس با بالاسئوس می نوشتن. حقیقتش همچنین میتونیم بگیم که این نام در کتیبه شاپور اول و کعبه زرتشت به شیوه یونانی اومده، یعنی به نام اولاسوس یا اولاسیس. تا اینجا اگه بخوایم یه توضیح و یه جمع‌بندی داشته باشیم میتونیم بگیم که چیزی که مشخصه از زمان ورود اعراب نام بلوچ در منطقه وجود داشته، اما قبلتر از اون این نام به صورت واضحی داخل کتیبه ها و کتب تاریخی نیست. یعنی کتب تاریخی که بعد از ورود اعراب نوشته شدن به وجود بلوچ ها اقرار میکنن، اما کتب تاریخی که مال قبل از ورود اعراب هستن به صورت واضح این مسئله رو ذکر نمی کنن و ما باید کمی با جزئیات و دقت بیشتر به دنبال اثرات حضور این واژه داخل منطقه باشیم. بررسی های بیشتر نشون میده که این نام از تغییر نام های قبل خودش به وجود اومده و از اول به شکل بالاش یا بلوچ نبوده، بلکه داخل زبان پارتی به شکل بالاش، والگارش و بالگاش، همچنین داخل زبان یونانی هم به شکل‌های بالاس، بالاسئوس، اولاسیس وجود داشته که این نام‌ها در زبان یونانی معادل کلمه بالاش و والگارش در زبان پارتی هستند. اما معنی کلمه والاگاش به نظر میرسه که این کلمه که یکی از کلمه‌های پارتی باستانی به حساب میاد در بخش اول خودش به معنی قدرت و در بخش دوم به معنی خوشقامته. خود کلمه بلوچ امروزی هم از لحاظ لغت
به معنای پهلوان برز و بلنده و اصلا این دو کلمه رو خب ما میتونیم معادل همدیگه بگیریم و اصلا استناد ما که این تغییر شکل نام رو مطرح میکنیم به اینه که به هر حال زبان منطقه ایران همیشه یک زبان نبوده و اگه پارتی بوده به هر حال یک زمانی پارتی اشکانی بوده، یک زمانی پارتی ساسانی بوده و زبان در کل چیزیه که به صورت مداوم در حال تغییره و دلیل استناد ما هم همین تغییریه که از ویژگی‌های حیاتی یک زبان زنده است و جزئی جدا ناپذیر از ویژگی‌های زبان به حساب میاد. اما اصلا خاندان بالا چه خاندانی بوده که ما الان داریم بلوچ‌ها رو به اونها نسبت بدیم؟ در واقع خاندان بالاش خاندانی بوده که از سده اول میلادی تقریبا داخل پارت‌ها به قدرت میگیرن و جزئی جدا از پارت‌ها رو به وجود میارن. اگه ویدیوهای قبلی کانال خصوصا ویدیوی ریشه نژادی قوم بلوچ رو مشاهده کرده باشین ما کم و بیش اونجا گفتیم که پارت‌ها خودشون جزئی از مادها بودن و بعد از سلطه سلوکیان بر منطقه خودشون هویت جدایی از مادها به دست میارن و تا قبل از اون بخشی از مادها بودن. بالاچ‌ها هم همچین وضعیتی رو داشتن و تا قبل از سده اول میلادی چیز جدایی از پارت‌ها نبودن، اما در سده اول میلادی این جدایی رو کسب میکنن و هویتی جدا رو به دست میارن که البته بخشی از پارت‌ها به حساب می اومدن اما حدود و مرزهای مشخصی رو برای خودشون تعریف میکنن که یه جورایی قابل تمایز میشن از پارت‌ها و ما از سده اول به بعد بتونیم اونها رو به عنوان یک تیره جدا هم در نظر بگیریم و تعریف کنیم که تا قبل از اون همچین امکانی رو نداشتیم به واسطه اون یکی بودن بیش از حدی که وجود داشته. در واقع در سده اول میلادی زمان که امپراتوری اشکانی رو به نزول و ضعف میره، بالاچ اول که بنیانگذار تیره بالاچ به حساب میاد اعلام احقیت بر سلطنت میکنه و مردم منطقه مکران و ماکا هم باهاش همپیمان میشن. یعنی مردم منطقه مکران، سیستان و کلات هر سه با این پادشاه اشکانی همپیمان میشن و نهایتا حتی ما بعدا میبینیم که بعد از مرگ این پادشاه خسروشاه اشکانی که مدعی و رقیب بالاچ بوده به منطقه مکران حمله میکنه و نهایتا قدرت پادشاهان بالاچ داخل سلسله اشکانیان به قدری زیاد میشه که دست کم 6 پادشاه از پادشاهان متأخر این سلسله با نامهای بالاش و بالاچ شناخته میشن و حقیقتا بر اساس برخی منابع نام بالاچ به این دلیل بر روی این تیره گذاشته میشه که اولین پادشاهی که از این تیره به عنوان پادشاه کل امپراتوری اشکانی به حساب میاد اسمش بالاچ بوده. مدت‌ها بعد از بالاچ اول یعنی در زمان بالاچ سوم ما میبینیم که یک گروه پارتی از مکران و سیستان در پارس اسکان داده میشن و به حکومت منطقه پارس منصوب میشن. این خاندان پارتی گفته میشه که موفق میشن نهایتاً رفته قدرت خودشون رو در برابر خاندان بالاچ بیشتر کنن و خاندان بالاچ اشکانی رو از حکومت ساقط کنن و نهایتاً با سقوط امپراتوری اشکانی امپراتوری ساسانی رو بنیانگذاری کنن. بر اساس برخی منابع گفته میشه که این خاندان‌های پارتی همون خاندان‌های ساز، پاپک و اردشیر هستند و در کل انتقال قدرت از اشکانیان به ساسانیان مثل انتقال قدرت از هخامنشیان به سلوکیان یا از سلوکیان به اشکانیان نیست، چرا که سلوکیان یک حکومت بیگانه بودن که مابین دو حکومت بومی قرار گرفتن.
اما حکومت ساسانیان و اشکانیان جفتشون از یک منشأ برخوردارن و صرفا قدرت از یک خاندان بومی به خاندان بومی دیگه منتقل میشه و شخص بیگانه‌ای به حکومت ایران منصوب نمیشه. و حتی ما داخل ساسانیان پادشاهان زیادی رو میبینیم که نام بالاش یا بالاش بر اونها گذاشته شده که این خودش نشون دهنده اصالت پارتیه که پادشاهان این حکومت یا حداقل بخشی از پادشاهان این حکومت داشتن. و در این زمان که حکومت ساسانی ها تشکیل میشه، حقیقتش ما در منطقه مکران و منطقه سیستان حکومت دیگه‌ای رو مشاهده می‌کنیم که در کنار حکومت ساسانی ها و تقریباً با وسعتی در همون حد و اندازه در قسمت شرق وجود داشته و تفاوتی که ما بین حکومت پارتی ساسانی و پارتی اشکانی وجود داشته بیشتر به واسطه مسئله مذهب و دیانت بوده. خاندان‌های پارتی ساسانی به دین زرتشتی و خاندان‌های پارتی اشکانی به دین مانوی و مزدکی اعتقاد داشتند و حتی در زمان ساسانی ها ما جنگ های کم و بیش زیادی رو داخل منطقه و بین این دو گروه مشاهده می‌کنیم که بر اساس اختلاف عقیده و مذهب این دو گروه بوده که همچنین داخل شاهنامه هم بهش پرداخته شده. پس اگه بخوایم یه توضیح کلی برای جمع‌بندی داشته باشیم میتونیم بگیم که این طی یک سیر زمانی نهایتاً به نام بالاچ و بلوچ تغییر پیدا کرده و خاندان بالاچ یک خاندان پارتی بوده که در منطقه ایران حضور ریشه‌ای داشتند و در زمانهای مختلفی هم حکومت و پادشاهی منطقه رو عهده‌دار بودند. اما قبل از اینکه بخوایم نظر شما رو در این مورد بپرسیم تقاضا داریم که چنانچه به این چنین موضوعات علاقه دارید لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک. و همچنین توصیه میکنیم برای فهم بیشتر ویدیوی ریشه نژادی قوم بلوچ و همچنین ویدیوی اشکانیان و بلوچ ها رو مشاهده کنید.